افسانه عامیانه است. قدیمی‌ها معتقد بودن که در شب‌هایی که مهتاب هست، ماه کامله، کوه‌هایی که پلنگ دارن، پلنگ‌ها میرن روی بالاترین صخره‌ها می‌ایستن، میپرن ماهو بگیرن. میگن که پلنگ مغرور با شکوه و نمیخواد بالاتر از خودشو ببینه. میگن صبح شب‌های مهتابی اگر در اون کوهستان‌ها رفت آمد کنید، توی دره‌ها جنازه پلنگ‌ها رو خواهید دید که پریدن ماهو بگیرن و خب طبیعیه که نگرفتن و پرت شدن پایین. خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود و ماه را ز بلندایش به روی خاک کشیدن بود. پلنگ من دل مغرورم پرید و پنجه به خالی زد، که عشق ماه بلند من ورای دست رسیدن بود. من و تو آن دو خطیم آری، موازیان به ناچاری، که هر دو باورمان ز آغاز به یکدیگر نرسیدن بود. به سرنوشت غم انگیزی که کرم کوچک ابریشم تمام عمر قفس می بافت، ولی به فکر پریدن